درود و وقت بخیر. من دانیال قنبری هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. توی اولین قدم از طراحی وبسایت فروشگاهیمون ما باید بیایم لوکال هاست رو بشناسیم و بتونیم تنظیماتمون رو نصب کنیم، تنظیماتمون رو انجام بدیم و بتونیم با اون کار کنیم. اول بیایم آشنا شیم که ببینیم هاست چی هستش. هاست در واقع محل ذخیره داده ها، اطلاعات ما روی اینترنت هستش. لوکال هاست یک هاست شبیه سازی شده است که به صورت محلی در کامپیوتر یا لپتاپ ما فقط در اونجا بارگذاری میشه، یعنی فقط اونجا عمل میکنه. حالا چرا ما از لوکال هاست استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه ما قبل از که وبسایت خودمون رو بخوایم روی اینترنت بالا بیاریم، قبل از اون باید روی کامپیوتر خودمون تغییرات لازم رو روش انجام میدیم، مشکلاتش رو رفع میکنیم و بعد روی هاست و اینترنت بالا میاریمش. حالا تو این ویدیو ما با کمک نرم افزار زم که یه هاست محلی هستش، لوکال هاست هستش، میخوایم یاد بگیریم که چجوری لوکال هاستمون رو نصب کنیم و چجوری با اون بتونیم کار کنیم. پس بریم روی اسکرینمون، برو که بریم. خیلی خوب، ما تو اولین قدم باید لوکال هاستمون رو نصب کنیم. ما برای داشتن لوکال هاستمون باید از برنامه زمپ استفاده کنیم. پس میریم داخل مرورگرمون، داخل گوگل مینویسیم زمپ با این نوشتار و اولین سایتی که میاره آپاچی فرندز، شما کلیک میکنید و بعد میرید توی قسمت بالا دانلود. حالا که وارد قسمت دانلود شدید، شما میایید طبق اون سیستم عاملی که دارید که برای من ویندوز هستش و اکثرا از ویندوز استفاده میکنیم برای طراحی وبسایت. اینجا ورژن های مختلفی هستش، 8.2، 8.1، 8 و حتی ورژن 7.4، 7.3 و همین ترتیب به سمت پایین هستش. اما ما اینجا از ورژن 8 به نظر من استفاده کنیم بهتره. 8.1 و 8.2 هم هستش، اما جدیدترین به روز رسانی هستن و شاید افزونهایی که ما داریم باشون کار میکنیم با درستی با این تطابق نداشته باشن با این به روز رسانی ها. پس از 8 استفاده کنیم، نه خیلی جدیده نه خیلی قدیمی. پس میریم برای دانلود کردنش. خیلی خوب، شروع شد به دانلود کردن. منتظر میمونیم تا تموم بشه. خیلی خوب، حالا که زمپمون دانلود شد میریم برای نصبش. رو فایل نصبی کلیک میکنیم. مثل بقیه نصب با نکست، به تنظیمات اینجا هم کاریش نداریم. پوشه‌ای که درایوی که میخواید نصبش کنید و انتخاب کنید و یه پوشه به اسمش میسازید و منتظر میمونید که نصب بشه. خیلی خوب، حالا که میبینید تمام شد، فینیشش رو میزنیم، میریم به محل نصب زمپمون، جایی که نصبش کردیم، میایم پایین تو قسمت زمپ کنترل کلیک میکنیم و این پنل لوکال هاست ما یا همون زمپ هستش. ما اینجا فقط 2 تا کار باید انجام بدیم، یکی آپاچی رو باید استارت کنیم، یکی مای اسکیور. به بقیه اینا ما کاری نداریم. خیلی خوب، حالا میریم برای تست، بریم یه تست بکنیم. لوکال هاست می نویسم اینجا، ببینید که چیزی بالا نمیادش. اما وقتی این دوتا رو که رام میکنن استارت میشه، میبینید که اینجا صفحه من باز میشه
و میفهمیم که لوکال هاست ما داره به درستی داره کار میکنه. و اینکه شما خیلی سر و کار داریم با پوشه htdocs. شما در واقع وقتی که بخوایم وردپرس یا بسته نصبتون رو نصب کنیم باید تو این قسمت باید بارگذاریش کنید و اینکه با هم دیگه تو جلسات بعدی یاد میگیریم که چجوری کار کنیم و بتونیم نصبشون کنیم. اما نحوه کار کردن با لوکال هاستمون فقط این بود که این دوتا گزینه رو باید استارتشون رو بزنیم و لوکال هاست ما ران میشه به همین راحتی. پس تا آموزش بعدی فعلا بدرود.